بینین عزیزان من، عجب انشاءالله خدا خواهد داد در مسجد یک عجایبات انشاءالله ما استقامت داریم انشاءالله. الحمدلله. بینین عجب زیبا، عجب انشاءالله شنم، عجب انشاءالله خدا خواهد با فیض با فتوح است. بینین حتی اینکه انشاءالله بالاهاش چقدر زیبایی ها دارد و آرزو میکنیم که الله سبحانه و تعالی به جوانان ما و شما کچ و قوت بدهد و این مثل این مسجد در دهه ما ساخته شدنش را الله انشاءالله یاردم دهد. و عزیزان، انشاءالله مسافران هوشیار زمین، انشاءالله غیرت کنین. روزهای سالهای نزدیک ما همچنان مسجدی زیبا ساختن را الله مناسب بگرداند. همیشه الله در چنین مسجدها عبادت کردن را به ما و شما مناسب بیند. همیشه در پناه الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.